سلام، به کانال من خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که چجوری چشم رو وقتی که داره به جهت‌های مختلف نگاه میکنه طراحی کنیم. خب حالت اول وقتی که چشم داره به روبرو نگاه میکنه، یه دایره به این صورت میکشیم و اونو با 2 تا خط به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. حالا یه دایره برای عنبیه اینجا میکشیم و با خطهای شکسته سعی میکنیم که فرم کلی چشم رو در بیاریم. برای کشیدن دایره من از یه در بطری استفاده میکنم، بعد هم دایرم رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم. حالا وقتشه که عنبیه رو بکشم. اول من روی این 4 تیکه خط علامت میزنم که میخوام عنبیه‌ام به چند اندازه باشه. حدودا به این اندازه میشه. بعد هم توی هر کدوم از این قسمت ها یک کمان این شکلی میزنم و کمان ها رو به هم وصل میکنم تا شکل دایره در بیاد. یه دایره کوچیک‌ترم تو مرکز این دایره به عنوان مردمک میکشم. حالا یه دایره پایین این خط میکشم و از این دایره به دایره بزرگترم یه خط وصل میکنم. از این گوشه هم به این ور دایره یه خط وصل میکنم و با یه خط مستقیم این 2 تا خط رو به هم میرسونم. بعد هم پایین چشم رو این مدلی میکشم. به فاصله خیلی کمی یه خط موازی خط پایین چشم هم اینجا میکشم که موجای پایین اینجا قرار میگیرن. بعد هم پلک بالا رو به این صورت رسم میکنم. حالا قسمتی از عنبیه که خارج از چشمه رو پاک میکنم و بعد با یه مدادی که یکم پررنگ تر باشه، مثل مداد B6 یا مداد B4، خطوطی که میخوام رو پررنگ تر میکنم و یکم فرم چشم رو دقیق تر در میارم. فقط این رو هم بگم که من اینجا هدفم این نبود که چشمی که داخل فیلم هست رو طراحی کنم و قصدم از نشون دادن این فیلم ها فقط این بوده که بتونید بهتر تصور کنید که وقتی چشم به جهت‌های مختلف نگاه میکنه به چه شکلی در میاد، وگرنه اینجا یه چشم کاملا فرضی رو دارم طراحی میکنم. خب حالا بریم ببینیم که اگر چشم به این جهت نگاه کنه چی میشه. دوباره دایره رو رسم میکنم. این خط رو هم همونجوری میکشم، اما این سری خط عمودی یکم به این سمت انحنا پیدا میکنه. برای نبیه به جای دایره بیضی میکشم و بعد هم با یک سری خط شکسته فرم چشم رو در میارم. حالا توی طراحی بیشتر توضیح میدم. خط افقی برای بالا و پایین شدن چشمه که چون از این نظر تغییری نکرده به همون شکل میمونه، اما این خط برای چپ و راست شدن چشمه که به هر جهتی که نگاه کنیم به همون جهت یکم انحنا پیدا میکنه. عنبیه هم به جای اینکه به شکل دایره باشه به شکل بیضی میشه، اما بیشتر قسمتش توی این ناحیه کره میفته و بعد مردمک هم به همون شکل به شکل بیضی در میاد. اشکدان رو دوباره اینجا زیر این خطه میکشم و از اشکدان به عنبیه وصل میکنم. حالا از بالای عنبیه هم به این گوشه چشم یه خط میکشم تا فرم چشم در بیاد. همینطور که میبینید وقتی چشم داره به این جهت نگاه میکنه، این سمت از عنبیه نسبت به این سمت از عنبیه حجم کمتری رو اشغال میکنه. این قسمت از پلک که توی این سمت از کره است نسبت به بقیه پلک فاصله کمتری از چشم داره. وقتی چشم به این جهت نگاه میکنه، لثه بالای چشم این قسمت هم مشخص میشه که موجه ها روی این قسمت قرار میگیرن. حالا هم با این مداد به درجه بالاتر خطوطی که میخوام رو پررنگ‌تر میکنم. تا اینجای این ویدیو اگر از این آموزش خوشتون اومده خیلی ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش رو هم بزنید که هر آموزشی که میذارم براتون بیاد. خب حالا اگر چشم به این سمت نگاه کنه تقریبا دوباره مثل قبل میشه، فقط این دفعه خط عمودیمون به این جهت انحنا پیدا میکنه. خب مجددا دایره، خط افقی و خط عمودیم رو رسم میکنم. بعد هم میرم سراغ عنبیه و مردمک. اگر به فیلم دقت کرده باشید احتمالا متوجه شدید که عنبیه من داخل فیلم یکم بالاتر از این خط قرار گرفته. این به خاطر اینه که من دارم یکم به سمت بالا هم نگاه میکنم، یعنی عملا به این سمت دارم نگاه میکنم تا به این سمت.
خب ما حالتهایی که چشم به سمت چپ و راست نگاه میکرد و طراحی کردیم و الان نوبت میرسه به وقتی که چشم داره به سمت بالا و پایین نگاه میکنه. اگر چشم بخواد به سمت بالا نگاه بکنه، اتفاقی که میفته اینه که خط افقیمون به سمت بالا انحنا پیدا میکنه، عنبیه‌مون هم یه بیضی افقی میشه. خب همونطور که توضیح داده بودم، من اول دایره و خط افقی و عمودی رو رسم میکنم. عنبی و مردمک رو هم به صورت دوتا بیضی افقی میکشم. فقط اینکه باز یکم قسمتی که تو پایین این نیمکره قرار میگیره باید بیشتر باشه. خب حالا سعی میکنم که فرم چشم رو با چند تا خط در بیارم. اگر دقت کنید وقتی که چشم به سمت بالا نگاه میکنه، قسمت خیلی زیادی از صلبیه پایین چشم مشخص میشه و پلک بالا فاصلهش از چشم کمتر میشه. توی این حالت که چشم بالا نگاه میکنه، لثه بالای چشم به طور کامل مشخص میشه. خب حالا میریم سراغ حالتی که چشم به سمت پایین نگاه میکنه. دوباره دایره رو میکشیم، این دفعه خط افقیمون به سمت پایین انحنا پیدا میکنه و به عنوان عنبیه هم یه بیض افقی دوباره میکشیم که این دفعه قسمت بیشترش بالای این خط افقی قرار داره. خط بالای چشم تقریبا یک کمانی موازی این خط افقی که کشیده بودیم و بیشتر عنبیه رو میگیره و میبره پشت خودش و وقتی هم که چشم یکم حالت نیمه بسته پیدا میکنه، این پلک بالا فاصلش از چشم بیشتر میشه. خب حالا ما این جهت ها رو بررسی کردیم و الان میخوام ببینیم که اگر اینها رو ترکیب کنیم چه اتفاقی میفته. مثلا اگر چشم به این جهت بخواد نگاه بکنه، این دفعه هم خط افقیمون هم خط عمودیمون جفتشون انحنا پیدا میکنن و بعد هم که چشم رو به این صورت رسم میکنیم. چون چشم سمت بالا رفته، خط افقی یکم به سمت بالا انحنا پیدا میکنه و چون چشم سمت چپ رفته، خط عمودیمون به سمت چپ میره. بعد هم عنبیه رو به صورت بیضی میکشیم و یکم عنبیه اینجا کج میشه و بعد هم باقی چشم رو به این صورت میکشیم و دوباره چون چشم به سمت بالا داره نگاه میکنه، یه بخش زیادش میره زیر پلک بالا و از پایین صلبیه مشخص میشه. پلک بالا رو هم که خواستید بکشید، فاصله این قسمت باید کمتر از این قسمت باشه. حالت هفتم برای وقتی که چشم به این سمت داره نگاه میکنه. خب این دفعه هم خط افقیمون میاد یکم به سمت بالا، ولی خط عمودیمون به سمت راست متمایل میشه. عنبیه هم با یک بیضی میکشیم و بیشتر بیضی تو این سمت از این کره قرار داره و اینکه عنبیه‌مون یکم کج میشه و اگر میخواید بدونید به کدوم سمت کج میشه، این خط رو در نظر بگیرید. تقریبا باید مثل قطرش باشه. بعد هم لثه‌های چشم رو میکشیم و پلک بالا.
حالت بعدی برای وقتی که داریم به سمت پایین و راست نگاه میکنیم. این دفعه خط افقیمون به سمت پایین متمایل میشه و خط عمودیمون هم به سمت راست. همونطور که توضیح دادم اول خطوط افقی و عمودیمون رو به این صورت میکشیم. حالا عنبیه رو با یه بیضی به این صورت میکشیم. همونطور که میبینید این بیضی دوباره یکم کج شده و بعد هم دوباره میایم خطوط دور چشم رو میکشیم جوری که یه مقدار زیادی از عنبیه پشت چشم قایم بشه و بعد پلک بالا رو میکشیم که چون دوباره حالت بسته داره این پلک بالا باید از حالت عادی بزرگتر باشه. حالت آخرم برای وقتیه که چشم به این سمت نگاه میکنه، یعنی هم به سمت پایین و هم به سمت چپ. خب دوباره خط افقیمون به سمت پایین متمایل میشه و خط عمودیمون هم به سمت چپ. عنبیه رو هم به صورت یه بیضی یکم کج رسم میکنم و مردمک رو هم اینجا میکشم و بعد فرم کلی چشم رو در میارم. من این 9 حالت کلی رو سعی کردم بهتون نشون بدم، ولی بسته به اینکه شما به چه میزانی دارید به چپ و راست یا بالا و پایین نگاه میکنید این خطوط میتونه انحناشون فرق کنه و کم و زیاد بشه و خب یه چیز ثابت نیست. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.